سلام دوستان، وقت و اوقاتتون بخیر باشه. با تدریس فصل ششم از کتاب خوب معماری و راز جاودانگی در خدمتتون هستم. نام این فصل هست الگوهایی که زنده اند. در این فصل به بررسی دقیق تر الگوهایی میپردازیم که برای زنده کردن یک شهر یا بنا وجودشون ضروری هستش. امیدوارم فصلهای قبل رو مطالعه کرده باشین تا درک بهتر و کاملتری از این فصل به دست بیاریم. بدون معطلی میرم سراغ خلاصه ای از متن کتاب و شرح اون. فصل ششم، الگوهایی که زنده اند. الگوهای خاصی که بنا یا شهر را می سازند ممکن است زنده یا مرده باشند. به هر اندازه که زنده باشند، آزاد شدن نیروهای درونی ما را ممکن می کنند و ما را آزاد می کنند. اما اگر مرده باشند، ما را در بند تناقضات درونیمان نگه می دارند. پس یکی از ویژگی‌های مهم این الگوها چی شد؟ اینی که نیروهای درونی انسان و کاربرهاش رو آزاد کنه. چرا که هر انسان آنگاه زنده است که آرامش خاطر داشته باشد، با نیروهای درونی خود سازگار باشد و بتواند مطابق مقتضای هر موقعیتی که در آن قرار می‌گیرد آزادانه عمل کند. چه تعریف زیبایی از زنده بودن! آزادی عمل، نه به معنای اینی که به حد و حریم دیگران بخوایم خدای نکرده تخطی بکنیم، بلکه آزادی برای اینکه اون نیروهای درونیمون رو بتونیم جاری بکنیم، که البته نمیتوان فقط با کار درونی به این حالت رسید. واقعیت این است که فرد آنچنان تحت تاثیر محیط خود است که حالت هماهنگی درونیش بستگی تام به هماهنگی او با محیطش دارد. ببینید دوستان، در دهه 60 میلادی روانشناسا به یک پدیده‌ای برخورد کردن به نام شخصیت موقعیتی که آدم‌ها در موقعیت مختلف شخصیت‌های متفاوتی از خودشون، یعنی رفتارهای متفاوتی رو بروز می‌دادن و بعداً متوجه شدن که چقدر معماری بناها در این شخصیت موقعیتی مهمه. بنابراین اینجا مجدد نویسنده تاکید میکنه که رسیدن به این یگانگی با نیروی درونی و اون احساس زنده بودن به تنهایی از درون انسان نشأت نمیگیره و بستگی به محیطی که انسان درش زندگی و رشد میکنه هم داره. مثلا در بعضی از شهرها الگوی روابط میان محلهای کار و خانواده ها به ما کمک میکند که زندگی بیابیم. در شهرهای دیگر که در آنها کار و خانواده از نظر کالبدی جدایند، تضادهای درونی گریزناپذیر انسان را به سطوح میآورد. ببینید منظور نویسنده چیه؟ منظور نویسنده اینه که در فرم شهرسازی مدرن که محله‌های مسکونی، خصوصا من این موضوع توی امریکا بیشتر میبینم، توی شهرسازی امریکایی، محل زندگی آدم‌ها از محل کارشون عموماً دوره. بنابراین خب انسان میخواد در کارش هم خبره بشه، حرفه‌ای رفتار بکنه و وقت برای کارش بذاره، ولی این موضوع باعث میشه که همونقدر مجبور باشه از بافت خانواده دور باشه و این فرم شهرسازی که محلهای کار رو از محلهای زندگی و خانواده انقدر دور کرده، یک احساس تناقضی در بشر مدرن ایجاد کرده که شاید خودش متوجه نشه که این موضوع ریشه در فرم شهرسازی مدرن شهرها داره. خب ببینید، حالا این شد برای تیپ شهرسازی. حالا ما میایم یه ذره اسپسیفیک تر بررسی میکنیم موضوع رو و الگوهایی که در معماری به طور کلی باعث ایجاد احساس حیات میشه رو بررسی میکنیم. میاد حیات رو نویسنده به عنوان مثال بیان میکنه
میگه حیاتی که شکل مناسبی دارد به انسان کمک میکند که در آن زندگی را دریابد. یعنی منظورش اینه که هر حیاتی هم نمیتونه اون احساس حیات و زنده بودن رو، البته حیات دوم با ته دو نقطه به معنای زندگی، این احساس حیات رو نمیتونه در کاربرها و ساکنین اون فضا ایجاد بکنه. یکی از نکات مهمی که در الگوی طراحی حیات‌ها مهمه و ما معمارها باید بهش توجه ویژه داشته باشیم، اهمیت فضای واسطی است که سرپوشیده اما نیمه باز هستش بین حیات و ساختمان، که همان ایوان‌های قدیم هستن، رواق‌ها هستن که یک فضای واسطی رو ایجاد میکنن. این یکی از الگوهای زنده‌سازی حیات هستش. و نکته دیگه این که حیات نباید یک ورودی و خروجی داشته باشه. نویسنده اشاره میکنه که اگر قرار باشه حیات یا بالکن یا هر فضایی که قرار اونجا ما احساس حیات رو تداعی کنیم برای ساکنینمون، باید درش فعالیت‌های شکل بگیره، محل عبور یک فضا به یک فضای دیگه باشه و صرفاً زمانی که کسی اراده میکنه که در فضای باز بشینه نره اونجا بشینه، به نوعی در طی روز و فعالیت‌های روزمره مجبور باشه چند بار از داخل اون فضا عبور بکنه و همین عبور و مرور باعث میشه که فضا زنده بشه. نکته بعدی که نویسنده مطرح میکنه، من از روی متن کتاب میخونم چون خیلی قشنگ توضیح داده، میگه که همین وضع حتی درباره پنجره‌ای هم ممکن است مطرح باشد. پنجره‌ای که پنجره‌گاه داشته باشد به انسان کمک میکند که زندگی را دریابد. بچه‌ها پنجره‌گاه همون سکوهای قدیمی هستن که خب حالا اون موقع‌ها به واسطه قطور بودن جدار دیوارها ناخودآگاه کنار پنجره‌ها ایجاد میشدن و یه جورایی سکو و نیمکت‌هایی بودن کنار پنجره. همه می‌دانند که اگر اتاقی پنجره‌ای بیرون نشسته یا لغازی خاص در کنار پنجره یا روزنی کوچک و سرتاسر شیشه‌ای داشته باشد چقدر زیبا می‌شود. صرفاً از روی هوس نیست که مردم اتاق‌هایی با چنین مکان‌های ویژه‌ای را زیبا می‌پندارند. در پس این پندار علتی طبیعی و بنیادین نهفته است. اگر مدتی در اتاق نشیمنی باشید، عوامل متعددی در شما اثر می کنند. از جمله دوست دارید به سمت نور بروید. انسان‌ها بنابر ساختمان زیستیشان به نور گرایش دارند. آنچنان که معمولاً دوست دارند در جایی قرار بگیرند که نور باشد. 2. اگر مدتی در اتاقی باشید، شاید بخواهید بنشینید و بیاسایید. در اتاقی که دست کم یک پنجره باشد که مکان محسوب شود، مثل سکویی کنار پنجره، پنجره‌ای بیرون نشسته، پنجره‌ای با آستانه کوتاه و عریض که به آسانی میتوان از آن بیرون را نظاره کرد، طوری که شما را برانگیزد که صندلی محبوبتان را پیش بکشید. لغاز خاصی در کنار پنجره یا روزنی کوچک و تماما شیشه‌ای. در چنین اتاقی می توانید هر دو نیرو را آزاد کنید. می توانید آن تضاد را به نفع خودتان حل کنید. خلاصه اینکه می توانید راحت باشید. اما اتاقی که پنجره‌گاه ندارد و پنجره‌هایش سوراخ‌هایی بیش نیستند، تضاد درونی بی نتیجه‌ای در من پدید می آورد که نمی توانم حلش کنم. منظورش کششی هستش که انسان به سمت نور داره اما جایی نداره که به این نیاز پاسخ بده. نه جایی هست که شما بتونید بشینید و منظره بیرون رو نگاه بکنید و نه فضای برای آسودن کنار این نور. و این تضاد در ما یک اضطراب پنهان رو ایجاد میکنه. بچه این یکی از الگوهایی بود که در به کار بردن معماری باید بهش توجه کرد. همین موضوع رو، این تجربه شخصی من هستش، در رابطه با اتاقهایی که شومینه دارن یا آتشگاه دارن رو هم باید ما در نظر بگیریم، چون انسان به طور طبیعی دوست داره نزدیک آتیش باشه. اما اگر که ما فرم چیدمانمون، پلانمون و امکاناتی که حول آتیش ایجاد میکنیم کامل نباشه، از بابت اینی که آدم ها بتونن کنار آتیش بیاسایند و ازش لذت ببرند، اونجا هم ما این تناقض رو خواهیم داشت. اما اینجا نویسنده میاد یک برداشت دیگری از موضوع زندگی میکنه، از زنده بودن الگوها میکنه و میگه که
الگوی زنده اشتباه نشه. ما اگر که داریم الگوهای زنده رو در خدمت بشر تفسیر میکنیم، الگوی زنده به این معنا نیستش که حتما اون الگو برای ما انسانها باید خوب باشه. کما اینی که موج دریا زنده است، کما اینکه باغها زندن و کما اینکه امواجی که روی ماسه های صحرا داریم ما، اونها هم زنده هستن، بدون اینکه صرفا برای ما نوع بشر حالا کاربرد خاصی داشته باشن. بنابراین میاد این موضوع رو هم نفی میکنه که دلیلی نداره الگوهای زنده‌ای که ما داریم بررسیشون میکنیم الزاماً به این معنا باشه که برای ما مفید هستن و در ما ایجاد حیات میکنند. متن کتاب این گونه توضیح میده، میگه اما حیات این الگو وابسته به مفید بودنش برای ما نیست، بلکه به هماهنگی خودبان آن وابسته است که در آن هر جریانی به بقای جریان دیگر کمک می کند و کل نظام نیروها و جریانها خود را پیوسته فعال و برقرار می دارد. مثل دریا، مثل برکه، مثل باغ‌های طبیعی و باغچه‌های خودرو. خلاصه الگو در صورتی زنده میماند که بگذارد نیروهای درونیش خود را آزاد کنند. بچه باز داره اشاره میکنه به اینی که پس چی شد؟ الگوی زنده به این معنا نیست که به ما انسانها زندگی ببخشه، به معنای این هستش که خودش نیروهایی که درونش فعال هستن رو به صورت آزادانه و به بهترین شکل متجلی بکنه. و در پایان این فصل با این پاراگراف بسیار زیبا فصل رو جمع‌بندی میکنه. فلشبک میزنه به فصل سوم و کیفیت بینام. وجود کیفیت بینام در ما، زنده بودن ما، شوق ما به زندگی مستقیما وابسته است به الگوهای عالم ما و میزان برخورداری آنها از این کیفیت. الگوهایی که زنده اند این کیفیت را به ما ارزانی می کنند. اما این کیفیت را لزوماً بدین سبب به ما ارزانی می کنند که خود دارای آنند. دوستان فصل بسیار سنگینی بود. به طور کلی درک مطالب این کتاب یک مقدار سنگین هستش. توصیه من اینه که هر از چندگاهی برگردید و از فصلهای ابتدایی مجدد کتاب رو گوش بکنید. و توصیه مجدد من به شما این هستش که لازم نیست که ما در کتابخوانی و فرهنگ مطالعه روی تعداد کتاب‌هایی که میخونیم تمرکز بکنیم. ما باید کتاب‌هایی رو که میخونیم خوب بخونیم و خوب بفهمیم و خوب درکشون بکنیم تا مؤثر باشن در زندگیمون. بنابراین از مرور مطالب به هیچ وجه ابایی نداشته باشین و چندین بار برگردین فصل‌ها رو گوش بکنید تا مطلب‌های جدید بتونن جای خودشون رو در ذهن و ضمیر شما باز بکنن. انشالله هر جای دنیا که هستین موفق باشین.